معراج بشه پیغمبر با همین بدن. بله، یه طیاره میره رو هوا، کی میره میبره رو هوا با این همه بار، با همه مسافر؟ اون خدایی که قدرت و این علم داده به بشر که این هواپیما با 800 مسافر 700 مسافر با چقدر بار میره رو هوا، یه بدن نمیتونه بره هوا. سبحان الذی اسری بعبده، قرآنه. خب حالا رسول خدا به معراج که مشرف میشه میگه من دخلت الجنه، داخل بهشتم شدم. بهشت هست الان حاضر اومدم. فرأیت قصرا من یاقوت احمر، دیدم یه قصری از یاقوت احمره. یرا داخله من خارجه، اون داخلش از بیرون پیدا میشه. بلور دیدی؟ اون داخل از بیرون پیدا، از بیرون پیدا. و خارجه من داخل و فیه بنیان من دور، یه ساختمونم توشه از دور و زبرجد. گفتم یا جبریل لمن هذا القصر، این قصر مال کیه به این خوبی؟ گفت فقال لمن اتاب الکلام، برای کسی که کلام پاکیزه بگوید و ادام الصیام، دائما روزه بگیره و دائما اطعم الطعام، به مردم اطعام کنه و تهجد باللیل و الناس نیام، شبم تا صبح بیدار باشه نماز بخونه. فقال امیرالمؤمنین السلام یا رسول الله و فی امتک من یطیق هذا، تو امتت کسی هست طاقت داشته باشه این همه کار بکنه؟ کلام پاکیزه، دائما روزه، اطعام طعام، تهجد شب، کسی هست؟ فقال اذن منی، رسول خدا فرمود یا علی بیا نزدیک. اذن یعنی نزدیک بیا. یا علی بیا فدنا. امیرالمؤمنین فقال اتدری، میدونی مقصود اطابت کلام چیه؟ عرض کرد که الله و رسوله اعلم، خدا و رسول اعلمه. برای من قال سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، این عطا بر کلام. مقصودم عطا بر کلامی که این ذکر رو بگه. لذا مستحب بعد از نمازاتون 30 دفعه بگیم، مثلا در سفر. من مقیدم سفر، اینجا حالا نمیرسم، گاهی بعضی وقتا میرسم میگم، اما در سفر نماز 2 رکعتی کسی میخونه مستحب بعد از نماز عوض اون 2 رکعتی که نمیخونه 30 دفعه چی بگه؟ سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله اکبر. مقصود عطا بر کلام کسی که این ذکر رو زیاد بگه. لذا در قرآن هم یه آیه هست یا اگر الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا، ذکر زیاد بگین. وقت نوشتن مقصود ذکر کثیر این ذکره، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا، که در تسبیح و تحلیل رکعت سوم چهارم بعضی مراجع میگن یکی هم کافیه، ولی خیلی هم میگن نه 3 تا. ما نوعا 3 تا میگیم. بعضی اون مرجعمون میگه یکی کافیه، 3 تا مستحب. بعضی هم مثل آقای بروجردی احتیاط واجب میکردن با 3 تا بگیم. حالا